وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. در انواع توسل جایز استاد سلیمانی عزیز به دو نوع اشاره کردن. نوع اول متوسل شدن یا توسل کردن به اسما و صفات الله متعال که آیات متعدد را خواندن که الله متعال میگوید که با نامهای نیک و صفات نیک من را فریاد بکنید و از من مدد بخواهید. پس متوسل شدن با نامهای نیک الله متعال یکی از انواع توسل جایز هست. و نوع دوم متوسل شدن با اعمال نیک و عبادات، افعال خیر، کارهای نیکی که انسان انجام میده میتونه که با آنها متوسل شوه و از آنها توسل بکنه. استاد سلیمانی عزیز علاوه از این دو نوع دیگری هم اینجا وجود دارد یا خیر؟ اشاره کردیم که اولش این است که ما مستقیم با الله متعال متوسل میشیم به ذاتش و اسما و صفاتش. نوع دوم این بود که ما از کار خودمون عبادت خودمون. این معنای عبادت یک معنای وسیع است. به هر حال ما هر آن چیزی که در دایره شهر مقدس اسلام عبادت معرفی میشه میتونه در نوع دوم مورد توسل قرار بگیره. چون وقتی که گفتیم فعل خیرات به معنای عمومش و عبادت ها هر چیزی میتونه باشه. هر چیزی که در دایره عبادت داخل هست برابر است که کار نیکی را انجام داده باشیم یا از کار زشتی در کار حدیثی که ذکر کردیم حدیث غار رسول صلی الله علیه و سلم حتی مثلا جوان سومی عبادتی نکرد بلکه داشت گناه میکرد و رفته بود حتی این چیزی نمونده بود که دیگه جرم براش ثابت بشه یعنی تا آخرین لحظه دختر عموش اون تعبیر حتی اومده که تا دیگه آخرین لحظه نزدیک شد اما ترک کرد. ترک هم خیلی وقت‌ها یک عبادته. نخوردن شراب عبادته باشه. اونجا با از ترس الله ترک کرد. از ترس الله ترک کرد. نه خب از ترس چوب کسی دیگه نه اون ما بحثی که گفتیم اخلاص در عبادت شرط گذاشتیم که اخلاص باید باشه. واقعا بعضی وقتا هر عبادت وقتی که برای ترس دیگران باشه دیگه عبادت نمیشه، میشه ریا، اصلا خود به خود نوعی از شرک میشه. وقتی انسان کاری رو انجام میده برای نیت این که بقیه بگن به به و چه چه یا از ترس کسی دیگه است دیگه عبادت نشد. عبادت آن چیزی است که خالصانه به خاطر الله متعال و بر مبنای سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم باشه و بدعتی درش نباشه. حالا با این تعبیر هر کسی هر عبادتی انجام میده که در چارچوب شرع عبادت معرفی میشه، چه انجام یک عملی چه ترک یک عملی، یا قولی یا فعلی یا باوری، حتی همه اینها میتونه توسل بشه بهش، یعنی ما با اینا متوسل بشیم به الله متعال. نوع سوم، اولی گفتیم ما الله متعال به ذات الله متعال صفاتش، نوع دوم خود ما و اعمال عبادت ها و اعتقادات ما، سومی مال دیگر است. این سومی خیلی مهمه چون خیلی است این انحرافات در توسل در این سومی ایجاد میشه. سومی چی هست؟ ما میاییم در برای تقرب به الله متعال متوسل میشیم به یک عبادتی نه از طرف خود، از طرف کسی دیگری. این چی هست؟ این عبادت دعاست. ما متوسل میشیم به دعای یک انسان صالح، اونی که ما در گمان ما انسان خوبی است، ازش تقاضا میکنیم برای ما دعا بکنه. این دعا هدف چیه؟ هدف از این دعا چیه؟ هدف تقرب به الله تعالی است. دقیقاً. ما اصلا گفتیم مثلا فلسفه توسل تقربه. اصلا خود توسل یعنی نزدیک شدن، وصل شدن. بله. تقرب یافتن به الله متعال. و همینه که الله متعال فرمود یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. به دنبال وسیله باشید که شما نزدیک بکنید به الله متعال. اما این وسیله باید یک وسیله مشروع باشه. نه که من فکر کنم داره من نزدیک میکنه، داره که من داره دور میکنه. درسته؟ مثل که مشرکین قریش مبتلا آنچه که قرآن ثابت شد توسل به اسماء و صفات، توسل به عبادت ها. و سوم توسل به دعای انسان صالح حی، یعنی باید زنده باشه. زنده باشه و موجود باشه. دقت کنید. خب یعنی زنده که موجود هست دیگه. می‌نویسیم بشه. الان ما انسان صالح، یک انسان صالح. دوم این انسان باید زنده باشه. آنچه که در قرآن ما داریم بهش اشاره می‌کنیم به شرعی است. درست.
این زنده بودنش هم تنها اینجوری نیست که زنده باشه، بعضی وقتا شخص زنده هست، یک انسان زنده است در یک گوشه دیگه از دنیا، بدون اینکه من تلفنی بهش بزنم، زنگی بهش بزنم، از اینجا میگم یا پیر صاحب فلان مدد، کمک کن، دعا بکن پیش الله، به این نیت که اون همین الان حاضر و ناظر بر اعمال منه و عبادت و من رو داره میبینه و میشنوه صدای منو. این دیگه خیلی خطرناک میشه موضوع، چرا که این اصلا کلا من اعتقادی دارم به اون که بخشی از اسماء و صفات الله متعال اصلا نسبت دادم به اینو در اسماء و صفات شریک کردم، اینو حاضر و ناظر مطلق داشتن، سمیع مطلق دانستن، بصیر مطلق دانستن. اون به این معنی نیست که فقط اینو ما در بحث اسماء و صفات بهش میپردازیم، شرک در اسماء و صفات، اما زنده باشه و موجود باشه. دلیلش از آیات قرآن کریم. حالا میریم سر بحث بعدش، میرسیم به بحث توسل ناجایز در این باب درست انجام میشه. توسل ناجایز در این باب داره انجام میشه که بحث مفصل است. دلیل از قرآن کریم برای اینکه دعای انسان صالح زنده میشه بهش متوسل شد، یعنی ما بریم ازش بخوایم برامون دعا بکنه، که هدف از دعا کردن همیشه تقرب به الله تعالی است بدون شک. و این موضوع در آیه 97 سوره مبارکه یوسف علیه السلام، ما در پایان داستان برادران یوسف علیه السلام بعد از اینکه به هر حال مشکل حل شد و یوسف علیه السلام پیدا شد و برگشتن رفتن به هر حال پیش پدرشون و خبر دادن، بشارت دادن که برادرمون یوسف زنده است و می‌خوایم بریم پیشش، از ما خواسته که شما رو ببریم به مصر. گفتن در آیه 97 می‌خونیم سوره مبارکه یوسف: یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ای بابا جان، استغفر لنا، برای ما طلب بخشش گناه بکن، استغفار بکن. درست. ان چرا که ان كنا خاطئین، ما خطاکار بودیم، اشتباه کردیم. الان برادران رفتن پیش پدرشون، از پدر میخوان، انسان گناهکاری که احساس گناه میکنه پیش انسان صالحی رفته و از اون میخواد که براش دعا بکنه تا پیش الله متعال بخشیده بشه، گناهش بخشیده بشه، درجه پیدا بکنه. یا حتی میتونه این دعا برای رفع یک مشکلی باشه یا برای جلب یک منفعتی باشه. به هر حال هر کدوم از اینا که باشه مشکلی نیست، چون که همه اینها خود همین دعا برای بالای این که به دست آوردن مال دنیا هم باشه، وقتی پیش الله تعالی است یک عبادت حساب میشه. خود همین دعا وقتی که ما دعا میکنیم از الله متعال میطلبیم، مطلق دعا عبادت است. تا جایی که این دعا درش دیگه چیزی مخالف باشن مطرح نشه. درست. بعض پوزش الان ما در این موضوع در آیه 97 سوره مبارکه یوسف داریم که برادران یوسف رفتن پیش پدرشون، یعقوب علیه السلام ازش خواستن که براشون دعا بکنه. پس این وجه شرعی داره. چرا؟ چون الله متعال وقتی که انبیا برای ما بعد در ادامه یعقوب علیه السلام من نکرد اونها را از این کار، قال سوف استغفر لكم ربی، من این کار برای شما میکنم، به زودی برای شما دعا میکنم. بعضی گفتن این سوف رو به خاطر این گفت که منتظر وقت اجابت دعا بود و به هر حال در اون باب ما داخل نمیشه. مهم این است که این خواسته برادران یوسف مورد قبول یک پیامبر الهی قرار گرفت، یعقوب علیه السلام، و چون پیامبر الهی بر این خواسته مهر تایید زد، این تایید است. چون که الله متعال وقتی که در سوره مبارکه انعام اسم 18 تا از انبیا رو میاره و من جمله یعقوب علیه السلام از آیه 83 به بعد میفهمد اولئک الذین هداهم الله فبهداهم مقتده. در آیه 89 اینها کسانی هستند که هدایت شدن و به هدایت اینها شما اقتدا بکنید. درست. پس این ثابت است که توسل به دعای انسان صالح زنده این عبادت است و یک توسل مشروع. باز در همین با ما آیه 64 سوره مبارکه نساء رو داریم که الله متعال میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، من الله با عظمت هیچ پیامبری را نفرستادم مگر این که به اذن الله تعالی این پیامبر مورد اطاعت قرار بگیره. درست. اصلا هدف از ارسال انبیا همینه. بعد در ادامه میفرماید ولو انهم، اگر آنها، این آنها کی هستن؟ این آنها رو در آیه 60 به بعد از سوره مبارکه نساء ما وقتی که مطرح میکنیم میبینیم که از منافقین هستن، کسانی که گناه کردن، به هر حال ادعای اسلام داشتن. این بحثش مفصل. درست. یعنی گناهکاران خلاصه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اون لحظه که اینها به خود ظلم کردن، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، بیایند به پیش تو ای پیامبر من. این آیه وقتی که نازل میشه بر رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه هستن، حی و حاضر و زنده هستن
و الله متعال میفهمد این کسانی که این جرم رو مرتکب شدن، در آیات قبلی ما به تفصیل درباره صحبت میشه، این دسته اگر بی آیند پیش تو ای پیامبر من همین الان، فاستغفر الله، از الله استغفار طلب کنن، درست. و استغفر لهم الرسول، و پیامبر هم برای اینها دعا بکنه، لوجد الله توابا رحیما، اون موقع اینا الله متعال بسیار توبه پذیر مهربان خواهند یافت. خب آمدن اونها به محضر رسول صلی الله علیه و آله، اولا که خودشون استغفار میکنن، این یک. دوم پیامبر برای اونها دعا بکنه، الله متعال فرمود و استغفر لهم الرسول، دعای رسول صلی الله علیه و سلم در حق اینها رو الله متعال خودش میفهمد. اگر اینا بیان خودشون هم استغفار بکنن، پیامبر هم برای اینا دعا بکنه، دیگه انگار که اینا رو الله تعالی میبخشه. چرا؟ لوجد الله توابا رحیما، یعنی اینکه من الله متعال خیلی با توبه پذیرم و بسیار مهربان و میبخشمش. پس این هم دلیل دیگری است برای این که توسل به دعای انسان صالح حی زنده باشد و موجود، این اشکال شرعی نداره. حی بودنش از کجا آوردیم؟ هر دوی این موارد حی بودن، رسول صلی الله علیه و سلم پشت اونها رفت، چون ذکر یک حکایت است. اونجایی که برادران یوسف علیه السلام رفتن پیش یعقوب علیه السلام، یعقوب علیه السلام حی و حاضر و زنده بود. اینجا هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای 64 نساله مطابق میفهمند اگر اونا بیان جا او که پیش تو بیایند، یعنی رسول الله موقع حی و حاضر بود، زنده بود، اگه اینا الان بیان پیش شما که حاضر هستی و زنده هستی و دعا بکنی برایشون، خودشون استغفار کنن، شما برای اونها دعا بکنی، اون موقع الله متعال اینها رو میبخشه. این بخش سوم توسل هست، توسل مشروع. ما میتونیم که از انسان‌هایی که در اونها صلاح میبینیم احساس میکنیم انسان صالحی است، انسان پاکی است، و از اون بخوایم که برای ما دعا بکنه. حالا چه این نوع دعا به طلب ما باشه که ما از اونها طلب بکنیم، یا اینکه نوع دومی هم داره بدون طلب باشه. بدون طلب، یک وقتی بزرگی پدری برای فرزندانش دعا میکنه، استادی برای شاگردانش دعا میکنه و امام مسجدی برای مقتدیانش دعا میکنه. یک بزرگی به هر حال صلاحی در اون مردم میبینن، بدون اینکه مردم ازش تقاضا بکنن دست بلند میکنه خدای مشکلات اینا رو حل بکن. ما میبینیم خیلی جاها مثلا امامای مساجد در نمازهای تراویح، در خصوص در ختم قرآن ها مثلا در تراویح دعا میکنن برای حال امت، برای قرضدارای امت، برای مشکل دارای امت، برای هر این هم از نوع دومه، بدون اینکه طلب کرده باشه کسی، شخصی خودش دعا میکنه. این توسل به دعای انسان صالح حساب میشه که این هم اشکال شرعی نداره، مشروط به این که این شرط داره دیگه، مشروط به این که این دعا برای انسان، این توسل به یک انسان زنده باشه که موجوده. اما اگر کسی رفت سر قبری، اما اگر کسی رفت از همین الان دست بلند کنه اصلا سر قبرم نرفت، به این حجت که فلانی از انبیای الهی، از اولیای الهی، از امامان بزرگوار، من الان بهش میگم خب اگر این رو بگه خب مگه نگفتین توسل به دعا ثابت، آیات قرآن هست، این هست، آیات قرآن شروط داره. همین آیات کلام الله مجید نوع دوم توسل به انسانهای صالح رو که در نوع توسلهای غیر مشروع داخل میشه رو شرک میدونه. آنچه که قرآن اجازه داده توسل به انسان صالح زنده موجوده، اما اگر کسی همین موضوع رو، مورد سوم رو، یعنی توسل به دعای انسان صالح رو رفت سر قبری با این حجت که این بزرگ میشنوه و میره پیش خدا شفاعت منو میکنه و دلیل آورد که آقا شهدا زنده هستن، خب شما میگه زنده هستن، خب خدا گفته شهدا هم زنده هستن. اینو ما به تفصیل دربارش صحبت خواهیم کنیم، نمیدونم حالا وقت برنامه شاید امروز اجازه نده، 4 دقیقه وقت داریم، پس اینو ان شاء الله باز میذاریم به همراه شما درباره بحث بعدی، چون این موضوع توسل به رجل صالح، آقا شهدا زنده هستن، ما به این نیت خدا گفت، شما میگید آقا رجل صالح زنده، خب شهید زنده بوده، شهید صالح هم زنده هم هست، خدا میگه زنده هستن در دو جای قرآن، آیه 154 بقره، در آیه 169 آل عمران. الله متعال میفهمن نگید شهدا مردن، اونا زنده هستن. خب بله، اما این جواب داره، درست، از خودش این موضوع نیاز به تفصیل بیشتر داره. پس ما الان به اون بحث شبهاتش و بحث توسل ناجایز میمونیم برای برنامه بعد. پس اینجا دعای پدر برای فرزند هم اگرچه بدون طلب باشه، یکی از دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت داده که پذیرفته میشه دعای پدر برای فرزند است. نه تنها دعای پدر برای فرزند، فرزند برای پدر حتی.
ما می‌بینیم که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرمود که وقتی که انسان اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. بله. وقتی که انسان از دنیا رفت، فرزند آدمی از دنیا رفت انسان، بله. اما پرونده اعمالش بسته میشه بجز 3 نفر. یکی که 3 نفر برای 3 نفر، یعنی 3 نفری که این اعمال رو داشتن هنوز پرونده اعمال اونها باز است ولی اونها در قبرن. بله. یکی از اونها این بود که کسی که از خودش یک صدقه جاریه گذاشته، مثلا بیمارستانی ساخته، مسجدی ساخته، چاه آبی درست کرده، یک پلی درست کرده، درختی کاشته، درست. چند تا مصحف گرفته یک جایی مثلا در مسجد گذاشته، یک کار خیریه کرده ماندگاره هنوز. تا وقتی اون کار هست اجرش بهش میرسه. درست. دوم، کسی که علمی داره نافع و از این علمش بقیه استفاده میکنه، کتابی نوشته گذاشته یک جایی، ولی این که در هر فنی هم باشه، به طریق اونا در علوم دینی و شرعی و حتی در علوم ریاضیات، کاش اون کسی که برق اختراع کرد مسلمان می بود و نیت خالصانه برای این کار خدمتش به اسلام و مسلمین داشت که نزد الله متعال چه اجر و پاداشی که نمی بود. هر کسی یک اختراعی کسی برای حل مشکلات امت اسلام و نه تنها اسلام، برای مسلمان، برای تمام انسان‌های روی زمین انجام میده به این نیت که این رو یک عبادتی میدونه نزد الله تعالی، خدمت به هم نوع، این اجر پاداش میبره. پس این نوع دوم. و نوع سوم که بحث ما روی این بحث محل شاهد ماست، ولد صالح یدعو له. انسانی که پسری فرزندی از خودش به جا میگذاره و این فرزند صالح برای والدینش دعا میکنه. یعنی در ابتدای حدیث چی خوندیم که عمل این شخص قطع عنه عمله الا من 3، یعنی این شخص عمل کسی که فرزندی میگذاره رفته تو قبر خودش. عبادت همچنان به حسابش نوشته میشه. این عبادت چیه؟ دعای فرزند برای پدر مادرش. فرزندی که برای پدر مادرش دعا میکنه، 2 تا تعبیر جالب از این حدیث میشه برداشت کرد. اولا که دعا عبادت است. دعا عبادت است. دعای فرزند برای والدینش. این یک. دوم، ولد صالح. هر کسی که میخواد ببینه آیا فرزند صالحی هست یا نیست برای والدینش، حدیث میفرماید اگر بعد از وفات والدینت برای پدر مادر دعا میکردی تو انسان صالحی هستی. اگر برای پدر مادر دعا نمیکنی، پدرت یا مادرت از دنیا رفتن یا یکی از اون عزیزان از دنیا رفتن و تو به اونها دعا نمیکنی، تو ولد صالح نیستی. چون رسول الله فرمود ولد صالح یدعو له. پس نشانی ولد صالح این است که برای پدر و مادرش دعا کنه. یکی از نشانه های صالح بودن فرزند در نزد پدر و مادر، اگه کسی میخواد ببینه که من واقعا فرزند صالحی هستم برای پدر و مادرم، ببینه که برای پدر و مادرش دعا میکنه یا نه. اگر دعا میکنه صالح است، اگر دعا نمیکنه. عین شکل ببخشید یک روایت دیگه هم هست، فکر میکنم از جمله دعاهایی که مستجاب میشه دعاء الاخی لاخیه من ظهر الغیب، دعای برادر برای برادر دیگه در ظهر غیب، دعای مریض، دعای مسافر، دعای غریب، ما در دعای مظلوم، ما دعاهای مختلف داریم که همه اینها ما وقتی که میگیم توسل به دعای یک انسان صالح، همه اینها رو در بر میگیره. یعنی هر انسانی، حالا این صالح بودنش هم دیگه ما احساس میکنیم انسان خوبی است، چون غالبا انسان مؤمن باشه، چون انسان هست. ما خود ما دل ما اینه که غالبا خود ما نمیریم پیش کسی که احساس میکنیم صلاح نداره، کسی که مثلا خمر میخوره نمیریم ازش تقاضای دعا بکنیم. اینم ذکر صالح به این معنا نیست که حتما مطمئن باشیم صالح هست. پس این موضوع بحث دعا و طلب دعا یا اینکه خود شخص دعا بکنه یک نوعی از توسل‌های مشروع هست که البته این باز نیاز به تفاصیل داره که سوء استفاده، توسل نامشروع در این بعد ایجاد شده. درست. انحراف در این بخش سوم شده توسل نامشروع به الله متعال. اون آیه که میگه والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا، این هم الله متعال میفرماید که کسانی که بعد از مهاجرین به انصار بیایند در آیه 7، 8 و 9 و 10 سوره مبارکه 8 اشاره میکنه که مسلمین دعا میکنن برای کسانی که قبل از اونها اومدن. اصلا خود این یک امر الهی است، دعا کردن برای دیگر انسان مسلمانان و برای دیگر برادران دینی ایمانی. تشکر، جزاکم الله خیرا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني
للذل أردني ذنبي تعلم